بچه ها زمانی که توی این مدل از ایسوس قاب سی رو با کل محتویات بردش بلند کردین، دقیقاً توی این ناحیه و این ناحیه جاپیجایی که به قاب کف متصل میشه و به مرور زمان این غبارایی که لای این لولاها میشینه باعث میشه که سفت بشه و خود قاب کف و بالا یعنی قاب ای هم بیاد چیکار کنه، بشکنه و علت سرویس نکردن حتی لولاها باعث میشه همچین آسیبایی رو برای شما به بار بیاره که به مرور زمان باعث میشه قاب کف کلا متلاشی بشه و شما نتونی به درستی از دستگاهات استفاده کنی. بچه‌ها این غبارایی که اینجا رو نشسته نگاه کنین، دقت کنین. این غبارا باعث شده که این ببین به سختی تا بشه. حتما با این باکس ها که روی این قرار داره خیلی آروم 1 درجه اینو شل کنین، باعث نشه که زمانی که جوش پلاسی کردین حتی نگاه کنین قاب کفتون رو نگاه کنین اینجا هم آسیب دیده هستش، باعث نشه که 2 مرتبه این فشار زیاد اینا رو از جاشون در بیاره. بعد پایان کار و اتمام جوشکاری و جوش پلاستیک خیلی خوشگل، بدون سر و صدا، بدون وجود گپ، فاصله بین قاب C و D، کار به خوشگلی جمع شد و تقدیم مشتری گلمون.